معلمه های محترم مجلس را کشوده اعلام میکنیم. سخن به دیرکتور مکتب محله گلستان سید زاده سید احمد داده میشه. محترم حاضرین گرامی، معلمان جوان، اجازت فرمایید همه شما را و در شخصیت شما اهل خاندان شما را به فرارسی سال نو میلادی تبریک و تهنیت و تمام خوشی های زندگی را تمنا کنم و آرزو دارم که در سال آیند همه مشکلی های شما حل خواهد شد. مرحمت ما آماده ساختیم، تصمیم گرفتیم اهل کلکتیو معلمان که به معلم های جوان فعال تحفه های ارزنده تقدیم نماییم. خب یک باریگر با سخنه استاد همراه شده با شما بارها تمنا میکنم. یک چند توفه ما برای شما آماده کرده میخوایم رو در شاعری راهبر به شما سپاریم. توفه به معلم جوان که بسیار در تعلیم و تربیه و نورسان بسیار خوب درس دادن، محترم سیاوش رحمان. مرحمت بیاید. مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک باشد. سلام، مبارک باشد. توفه نوبتی و آموزگار فن زبان انگلیسی، فن زبان هندیگی که به طلبه ها بسیار درس‌های خوب دادن، شاروز جنید داده میشه. مبارک شد، مبارک شد. توفه نوبتی با آموزگار فن زبان و ادبیات، معلم بهترین یک جهان تشکر با این کس برای سخنان بالا، برای سخنان بهترین سخنان که به نسل نوروز تربیت خوب دادن و استاد عزیز نوروز جمعه خان داده میشه. مرحبا. سجفا افتخار نامه. خب دوستان عزیز، توفه نوبتی با معلمه بسیار عزیزی ما، معلمه بسیار عزیزی ما، گلی سر سبد امین مکتب میانه ما، معلمه سال که در چندین آزمون ها سزاوار جای اول گشته است، معلمه عزیز ادیب داده میشه. مرحمت بیاید. مبارک شد، مبارک شد، مبارک شد. افتخار به من ادیب. افتخار. مرحبا. شما. خب سخن خاتمه با دیرکتور مکتب سید علی سید احمد. مرحمت. استادان گرامی، معلمان جوان، من تحفه‌های ناچیزی که بودن، تحفه‌های خاطره‌ای ما با شما هدیه نمودیم. برای وقتی قیمتی که را در اخ ندانسته اشتراک در این مجلس کردنتون من یک جان تشکر میگم، سپاسگزارم. میونه مستحکم بسته کار سخت گیره. سخت گیره. تو من شما با کار ندارم، دیگرها با کار ندارم. پگاه ساعت 6 صبح خستن من مکتب نی نزد سودی بالایی برفته میانم مستحکم بسته حقوقهای خودم حمایه میکنم. من به صلح مراجعه میکنم. 25 سال 26 رفت من علاقه آموزگار اونجا با یک تا افتخارنامه نداری تا توفه ما دیگه همه معلمه جوان مایلش ما چی هستیم؟ ما اکون تمام از مد رفتیم ما. این سببش در چی؟ معلم در توفه نداره. عموما در درس‌ها دیر میآید معلم. دیر میآید. 2 ساعت 3 ساعت دیر میآید. پخ نکن نکن گپ زدن نمیتونه دیگه. با یک کسی توفه تقسیم کنم دست پخ. عموما در درس‌ها سر وقت اشتراک کردگی نیست. نه من برای چی؟ برای صورت زیبای شما توفه. برای چی داری تو؟ برای کلام کارش. نه 15 روز کار با آمدگی. این کجا خانه تو چی؟ معلم فنی زبان درستی. دست با زبان ترکی که گذاشته ایستاده است.
شما همه تو میدونید که خانه من کجا بود کدام محله به جای گرفته من هر سحر صبح ساعت 6 سحر میخیزم از دروازه میبرم مکتب بیافتم میبرم که به دست بدبختو میفتم اما کشاکش سر میشه هک من نشه من باید محله 46 من میرفتم هذه اجت 33 دفعه يا قوم مش نشتمل بعض حالا هرچه یک خطر بود نگشت که همونجا میبرد من معلم دیر کردم درستم سر میشه رو خانم اینجا خودش ما اینجا انتظار شدن میگیره نبرد آخه من ایراد میگیره پسرم بیا من فرام هکنید شفیار اکا من کنیدم جمع فرام معلم بود اینجا دیگه نمیومد اینا سیسی مالو عايز سیسی اون ماشین داشتم من محله ساعتی دیگر با آورده من خونه من بالا دنیا ما یک سری کم بود نگاه کن سر تخرج یکم دیگر آوردی شما میگی بالا دنیا نه تنگری نه خلاص نه همچی مجبور باز کنم یه برسی میگی کارتوش که باشه دیگه بالو باپاتنه رادوم چه خدایه چیگا بیخوره خدایه وای داد وای پارسل ما باز کردنیه وای خدا من کجا رو با مکان وای این کجا میره چجا میره من طرفای سیسی بخورم بیا وای کجا این آخی برادر تو من کجا آوردی آخی کجا آوردی تو من آخی اینجا بوده اونجا بوده کجا آوردی من تو خیلی گفتی خیلی نگه بالا باپاتن یکی هم اینجا آوردی چیکو میکنی چی گم شب رفت تو با منم بگیری کجا آوردی من تو آخی اینجا میگم کجا آوردم من آخی دیر کدام آخی کجا آوردم من یه نمیرم گم زیاد سر میکنی آخی نمیبینی تو شد دیگه چی باید تزم این کجا میره همه جای گفته که تیمو یه بچه چی کار تو شما من پنجم مشروعی باید بکنم اکجو کابل بالاترش 10 نفر دیگه جا بگیره من دیگر سمت میرم آخه من دیر کردم سخاوت کارو برادر شما انصاف دارید نه تعلیم نه تربیت نه مدنیت پنجم مشروعی من یه بلازدن چه تنظیم نیستن یک کجا ببینم افرادی من نه مدنیت داری نه معرفت داری چه خیلی دفعه زرنی سور میگی کجا اومدم من زرنی سور اومدم کجا اومدم کجا میری یه محل گلستان رفته زرنی سور اومدم من یک خدایه همون طرف خطی میره بیا کجا من بخیرم من دیگه سنگ دیرم بخیرم رگر یک نفر رگر یک نفر رگر